وین ریت این ستاپ بالای 70%. زمانی که دو کندل مارابوزو در یک جهت قرار بگیرن، ناحیه‌ای بین کلوز کندل اول و اوپن کندل دوم به وجود میاد که بهش میگن گیو اند گو. ما این ناحیه رو با رکتانگل باکس میکنیم و در تایم فریم های پایینتر بررسی میکنیم که آیا این ناحیه بیس داره یا نه. بیس به ناحیه‌ای گفته میشه که 3 تا 9 کندل بین دو حرکت قوی رنج زده باشن که نشون دهنده مصرف نشدن بعضی اوردرها در اثر این بالانس در بازار هستش. برگشت قیمت به این ناحیه ترید داره و ما با برخورد اول وارد معامله میشیم. بهتره لیمیت بذاریم تا فرصت از دست نره. استاپ پشت باکس و ناحیه بیس قرار میگیره. پیوت قبلی یا بیس طرف مقابل رو هم میتونیم به چشم تارگت ببینیم. با ستاپ CDM استاپ ها منطقی و تارگت ها واقعی میشن. فالو کن و از تجربیات من به عنوان میانبر استفاده کن.